سلام سلامتون، چطور؟ توی این ویدیو میخوام بهتون بدیم که یاد بدیم که چجوری در جی تی ای وی دنده ماشین رو دسته کنیم، اتومات نباشه. شما میید داخل گوگل و سرچ میکنید دانلود مود دسته ماشین در بازی جی تی ای وی و میزنید گیم کیو، اینو میزنید و میاید پایین و دانلودش میکنید. نه، در اینجا دانلودش میکنید و وقتی که دانلودش کردید میندازینش روی دسکتاپ. الان اینه مانوال ترانسمیشن. اینو باید روی جی تی ای وی راست کلیک کنیم، اوپن فایل لوکیشن و این مانوال، حالا بقیه‌شو نمیدونم، اما پیست کنید اینجا. حالا چون من پیست کردم دیگه حالا نمیکنم الان دیگه. اوکی. و بچه الان بریم جی تی ای، بریم واقعا کار میکنه یا نه. اینجا رو کات میکنم که بریم تو جی تی ای. خب دوستان، الان اومدیم تو جی تی ای، میخوام ببینیم که چطور. بچه با شیفت دنده میره رو به بالا، با کنترل دنده میاد رو به پایین. اوکی. این دنده یک، اینجا دو تا یه سنسور اینا واسهتون نشون داده شده که واقعا کار میکنه. اگر الان من میزنم You got lucky, buddy. میذارم خلاص که اصلا قبل 50 تایی بشیم 150 تایی شدیم. و اینه که اگه آموزش های دیگه هم اگر خواستید از من کامنت بگید براتون بذارم و تا ویدیوی بعد بدرود.